دوتا کسر قبلی بکنم. بچه ها مجموع رو اگه خواسته بود ضریبا رو جمع میکنیم، اختلاف رو اگه خواسته بود ضریبا رو از هم کم میکنیم. تو ذهنتون باشه اگر واحدش مول به روی لیتر در ثانیه است، لیتر و ثانیه. برای مثال اگر مخرجش مول به روی دقیقه است، فقط دقیقه. پس یادتون باشه سرعت مخرج واحد ضریب. الان تو سوال اول بچه‌ها دقت بکنید، یه واکنش بهمون داده کاینوسه شده کادو او به علاوه اندو به علاوه او دو. اولا بدونید که بچه این جزء واکنش های مهمه، پس سعی بکنید ضریب هاش رو حفظ بکنید. برای مثال ضریب این بچه ها میشه 4225، ضریب کاینوسه 4، ضریب کادو او و اندو 2 و ضریب او دو 5. اما چطور به اینجا رسیدیم؟ اونایی که موازنه بلد نیستید نگاه کنید، کا یه دونه، اینجا کا دو تا، پس پشتش 2 میذاریم. بچه ها این ضریبی که میبینید تو همش ضرب میشه، پس انمون شد 2 تا، تو سمت راستم انمون 2 تاست، پس ان موازنه است. حالا میریم سراغ اکسیژن، میگیم 2 3 تا 6 تا، پس ما 6 تا اکسیژن سمت چپ داریم. بچه ها به کادو او که نمیتونیم دست بزنیم. چرا؟ چون اگه بهش دست بزنیم کا میریزه به هم و دوباره سمت چپ میریزه به هم و این سیر همینجوری ادامه پیدا میکنه، هی به هم میریزه. پس چی کار میکنیم؟ میگیم از 6 تا اکسیژنی که اینجا میخوایم یکیش اینجاست، پس اینو باید بکنیم 5. الان چند؟ 2. میخوایم چند بشه؟ 5. اون عددی که داریم و تو ذهنمون در نظر میگیریم، اون عددی که میخوایم هم مینویسیم. بچه اون عددی که نمیخوایم یعنی 2 رو میندازیم تو مخرج، اون عددی که میخوایم و میندازیم تو صورت. پس اینو باید ضرب در 5/2 بکنیم که این 2 با این 2 ساده بشه و یه 5 فقط باقی بمونه. متوجه شدید؟ پس 2 ضرب در 5/2 شد 5. پس یعنی این پشت باید 5/2 بذاریم. حالا یادمون هست که ضریب نمیتونه کسری باشه، پس کلش رو باید تو مخرج ضرب بکنیم، یعنی همش رو تو 2 ضرب میکنیم. این ضرب در 2 میشه 4، 2 2 و 5. پس ضریبامون شد 4 2 2 و 5. بچه ها من دیفالت توضیح همو ادامه میدم تا زمانی که چشم به چته یه نفر بگه من موازنه رو متوجه نشدم، بنویسه موازنه، من دوباره توضیح میدم. برای مورد بعدی، برای ساخت کسر، بچه ها من این سوال رو برای 2 دسته دانش آموز حل میکنم. خب الان سر کلاس شما دانش آموزی هست که ماکسیمم میخواد 30-40% بزنه، سر کلاس شما دانش آموزی هم هست که الان میخواد مثلا 60%، 70%، 80%، 90% بزنه. برای 2 گروه سوال رو حل میکنم، دقت بکنید لطفاً. اول برگشته به همون گفته 50.5 گرم پتاسیم نیترات، پس این شد 50.5 گرم. خب داره تجزیه میشه فلان فلان. اختلاف حجم در شرایط استیپی برای کی؟ برای گازهای تولید شد. پس میرم جداگانه گاز اندو رو به دست میارم، گاز او دو رو به دست میارم و بعد از هم کم میکنم. این واسه دانش آموزی که تا 30-40% میخواد بزنه یعنی همه این سوالات رو نمیخونه و زمان بیشتری داره. کسر میسازم، گرم 50.5 رو می نویسم 505 دهم گرم از کائنوسه، ضریبش 4 جرم مولی کائنوسه. ببینید بچه ها یه دونه کا داره یعنی 39، یه دونه ان داره یعنی 14، 3 تا اکسیژن داره 3 تا 16 تا 48، 39 و 14 و 48 میشه 101. پس جرم مولیش 101 مساوی است با چند لیتر اندو در شرایط استیپی، ضریبش 2، حجم مولیمون 22/4. بچه ها از الان رو 2 تا عدد 3 تا عدد گیر باشید. یکی از اون عددهایی که باید روش گیر باشید 4
5/6 و 22/4 که خیلی تو محاسباتتون اتفاق میفته. 4 و 22/4 رو همیشه ساده بکنید بنویسید 5/6. 101 و 10 رو ساده بکنید میشه 5. 5 به 10 میشه 2. 2 هم با 2 ساده میشه، پس شد 5/6 لیتر. همین کار رو میکنیم برای اکسیژن، یعنی 505 گرم KNO3 505 دهم ضریبمون 4 جرم مولیمون 101 مساوی است با چند لیتر O2 در شرایط استیپی ضریبش 5 و حجم مولیش 22/4. ساده میکنیم بچه ها. این و این 5، این و این 2، این و این 5/6، 2 و 5/6 2/8. بچه ها 5 تا 2/8، 5 2 تا 10 تا و 5 تا 8 هم 4. 10 و 8 هم میشه، ببخشید 10 و 4 هم میشه 14. 5 2 تا 10 تا 5 تا 8 هم 4، مجموعش 14. حالا گفته اختلافشون، پس میگیم 14 منهای 5/6 میشه 8/14 لیتر، یعنی جواب گزینه 3. آیا متوجه شدید بچه ها؟ سوالی هست بپرسید. اگه سوالی داری لطفا بپرس. صدای من دارید؟ اصلا هیچ کسی چی نمیگه. ماشاءالله بچه های ساکتی شدید. بله اوکی. خب اما واسه کسی که میخواد تو زمان خیلی کمتر این سوال رو حل بکنه و اصلا نیاز داره به این که خیلی زودتر به جواب برسه، باید چی کار کنه؟ اگه یادتون باشه گفتم هر وقت مجموع 2 یا چند تا ماده گازی رو بر حسب مول یا لیتر استیپی میداد یا میخواست، به جای همشون می نوشتیم آ، ضریبا رو با هم جمع می کردیم میشد ضریب آ. اما اگر اختلاف چند تا ماده گازی رو بخواد، خب بازم مشکلی نداریم. به جای همشون می نویسیم آ، این سری ضریباشون از هم کم میکنیم 5/2 پس به جای اینکه بریم جدا اندو به دست بریم اودو به دست بریم کم بکنیم، به جای همشون می نویسیم آ، ضریبا رو از هم کم میکنیم، کسر میسازیم. پس میشه 505 دهم گرم KNO3 ضریبش 4 حجم مولیمون 22/4 چند لیتر ماده آ در شرایط استیپی ضریبش 3 حجم مولیش 22/4. ساده میکنیم. ببینید بچه ها، ببخشید بچه ها، اینجا 22/4 نباید میذاشتیم، کسرمون گرم بود. گرم ضریب جرم مولی، باید جرم مولیش رو میذاشتیم که 101 بود. حالا با هم دیگه ساده میکنیم. 101 و 505 5 و 10 2 4 و 22/4 5/6 2 و 5/6 میشه 2/8 3 تا 2/8 3 2 6 تا 3 تا 8 دهم 2 14 6 و 2 14 مجموعش میشه 8 و 4 پس جوابمون شد 8 و 4 لیتر. متوجه شدید بچه ها؟ پس حتما، چون کار ما دسته‌بندیه، حتما بالای سوال یادداشت بکنید مجموع یا نکته سوال یعنی این بود اختلاف مول یا حجم بر اساس استیپی. فقط بنویسیم مول یا حجم چند ماده.
بر اساس استیپی. خب نکتهشو که به شما گفته بودیم به جای همشون می‌نویسیم آ. اگه مجموع بود ضریبا رو با هم جمع میکنیم و اگه اختلاف بود ضریبا رو از هم کم میکنیم. نه ملیکا با هم دیگه سوالو حل میکنیم، چون 45 تا سوال همینجوری 6 ساعت کلاس طول میکشه. اگه بخوایم زمان بدیم اول شما و بعد من، کلاس از فرمتش خارج میشه. خواهش میکنم با هم دیگه لطفا حل کنیم. سوال بعدی هم سوال خیلی خوبیه، سوال خیلی خوبیه. نکتهشو الان کنارش می نویسم. سوال سال 401. چی به همون گفته؟ یه واکنش به همون داده برای سوختن اتانول. گفته 11.5 گرم اتانول در شرایط 546 درجه سلسیوس و فشار 1 اتمسفر چند لیتره؟ دانش آموز اول که تعدادشون کم هم نیست، خیلی از دانش آموزهای کنکوری با معلم‌های متفاوت به اینجای کار که میرسن میگه مولار که نداده، میگه چگالی هم که به من نداده. گفته 1 اتمسفر، نکنه منظورش استیپیه؟ تو شرایط استیپی 22.4 این سوال حل میکنن و جوابش میشه 11.2. تو گزینه هم هست، گزینه 2 رو میزنن ولی غلطه. چرا؟ بچه ها استیپی زمانی بود که فشار 1 اتمسفر و دما 0 درجه سلسیوس بود، اما اینجا 546 درجه سلسیوسه. باید چیکار کنیم تا بتونیم سوال رو حل بکنیم؟ خانم بعد یه ذره رو نتت کار کن، بعد از این سوال دوباره توضیح میدم. نگاه کنید لطفاً. میگم آقا این میشه قانون آووگادرو. پس هرگاه دما و فشار دیگری به جز استیپی داد با استیپی بسنج تا حجم مولی در آن شرایط به دست آید. دانش آموز میگه یعنی چی؟ ببین عزیزم باید این کارو بکنی. دقت دقت دقت. P0 V0 T0 این برای شرایط استیپیه. فشار در شرایط استیپی 1، دما تو شرایط استیپی دما تو شرایط استیپی 273 کلوین، باید کلوین بذاریم تیه، و فشارمون 1 اتمسفر، حجم مولیمون میشه 22.4. حالا اینو مقایسه میکنیم با P1 V1 و T1. این چیه بچه ها؟ شرایط سوال. بچه ها مطمئن باشید توی اینجور سوالات فشار رو به ما میده، دما رو میده که ما فقط حجم مولی مورد نظر رو به دست بیاریم. الان تو همچین ترکیبی جاگذاری میکنیم. نگاه کنید. حجم در شرایط استیپی فشار در شرایط استیپی 1، حجم در شرایط استیپی 22.4، دما تو شرایط استیپی 273 کلوین، مساوی است به باید کلوین بذارید بچه ها. P1 فشار تو شرایط سوالمون 1 اتمسفر، حجم مولی رو که اصلا ما دنبالشیم، حجم مولی، و دما تو شرایط استیپی. دوست من عزیز من قربونت برم، سلسیوس داده، سلسیوس داده بابا. نمیتونیم سلسیوس جاگذاری بکنیم که. اگه سلسیوس بود باید به علاوه 273 بکنیم، میشه 819 کلوین. با کیاتی نشون میدن کلوین. پس اینجا میذاریم 819.
خوب دقت کنید. حالا ساده میکنیم. 273 و 819 میشه 3. پس حجم مولی جدیدمون میشه 3 تا 22 ممیز 4. 3 تا 22 ممیز 4. با این باید سوال حل بشه. آیا تا اینجای کار متوجه شدید؟ حرف بزن تو چت با من داداش. آها اگه کسی متوجه نشد یه بار دیگه خیلی کوتاه. اگر یه دما و فشار دیگه ای بودیم جز استیپی، پی صفر وی صفر تی صفر برای استیپی مساوی است با پی یک وی یک به روی تی یک برای اون شرایط و وی یک رو به دست میاریم و بعد سوال رو با همون شرایط حل میکنیم. میگیم 11.5 یعنی 115 دهم گرم اتانول، ضریبمون 1، جرم مولیمون 46. جرم مولی اتانول جز مهماست، یاد بگیرید. چی میخواد از ما؟ چند لیتر گاز؟ اونم گاز کربن دی اکسید. اینو میخواد. چند لیتر CO2 در شرایط دمایی و فشاری جدید، ضریب CO2 2 و حجم مولیش دیگه حجم مولی جدید 3 تا 22 ممیز 4. ساده میکنیم با هم بچه ها. به 5 2 به 5 23 23 و 46 2 و 3 و 22 ممیز 4 میشه 5 ممیز 6. بچه ها 2 3 تا اینجوری بگیم 2 تا 5 ممیز 6 میشه 11 ممیزه. بذارید اینجوری ساده میکردیم بهتر بود بچه ها. شما بهتر متوجه میشدید. 2 و 2 مونده بود دیگه. نگاه کنید 1 2 و 1 2. یه دونه از 2 رو با این 2 ساده کنیم، یه دونه از 2 رو با این ساده کنیم بشه 11 ممیز 2. حالا 11 ممیز 2 ضرب در 3 بشه 33 ممیز 6. یعنی جواب گزینه 1. سوال 3 که اسم شما میذاریم آسانسوری پلکانی. چرا اسمشو میذاریم پلکانی؟ ببینید بچه ها سوال رو نگاه کنید. مخلوطی به جرم 5 گرم از CaO و CaC2. این 5 گرم میگه میندازیم داخل آب. اگر حجم گاز جمع‌آوری شده در شرط است، بچه گازمون فقط اینه. اگر حجم گاز جمع‌آوری شده 1.5 میلی لیتر در شرایط استیپی باشد، درصد جرمی اینو فقط خواسته. درصد جرمی یعنی جرم مورد نظر به جرم کل. خب ما جرم کل رو که داریم 5، پس جرم CaO رو میخوایم. حالا چرا اسمشو میذارم پلکانی؟ نگاه کن داداش. از C2H2 باید CaC2 به دست بیاد. خب تو یه واکنش هم کاری نداری که. بعد به صورت پلکانی بریم تو واکنش دوم، از 5 گرم کم کنیم و به CaO برسیم. نقشه راه رو نگاه کنید. از C2H2 به CaC2 رسیدیم. کلش رو این با یه آسانسور با یه پله رفتیم بالا. پله‌مون 5، کلش رو داریم 5. از 5 کم کنیم میشه CaO. ملیکا همینو داری میگی؟ همین سوالو متوجه نشدی؟ ملیکا جان نگاه کن. معلوم مسئله ما، نگاه کن، معلوم مسئله ما C2H2. وقتی میگه درصد جرمی CaO رو میخواد، یعنی جرم CaO به جرم کل. خب جرم کل مخلوطش رو داریم 5 ضرب در 100. این یعنی چی؟ ببین داداش، یعنی ما باید بریم اینو به دست بیاریم. خب چجوری به دستش بیاریم؟
معلوم توی سوال توی واکنش دیگه است. چجوری به دست بیاریم؟ ببین عزیزم، از C2H2 میتونیم برسیم به CaC2 و بعد از کل کم کنیم و CaO به دست بیاد. نگاه کن، اگه متوجه نشدی دوباره بگو. الان من طبق همین صحبتم میگم 1.5 لیتر C2H2 در شرایط SDP ضریبش 1 واکنش ها موازنه شده است، چون ننوشته موازنه شود، خودش ضریب هم گذاشته. حجم مولیش 22.4 مساوی است با چند گرم CaC2. چرا گرم CaC2 رو به دست آوردم؟ به خاطر اینکه از 5 کم کنم بشه گرم CaO. پس ضریب CaC2 1 جرم مولیش Ca 40 2 تا C 2 تا 12 24 40 و 24 میشه 64. به 4 ساده میکنم، گفتم آقا 22.6 و 4 حساس باش. این به 4 میشه 5.6، این به 4 میشه 16، این به 4 میشه 4، این به 4 میشه 1 و 4، این به 2 میشه 2، این به 2 میشه 7. حالا 2 رو ضرب در 1.5 میکنیم. 2 یکی 2 تا 2 تا 500 1 دهم. پس چی موند؟ 2 و 1 دهم تقسیم بر 7 دهم، یعنی 21 تقسیم بر 7 یعنی 3. این بچه ها گرم CaC2 مگه کلش 5 گرم نبود؟ 5 گرم کل بود، منهای 3 گرم CaC2 بود، یعنی 2 گرم CaO شد. پس این شد 2 گرم، این شد 5 و 100 شد 20، 2 تا 20 هم شد 40%. متوجه شدید؟ متوجه شدی بابا؟ خدا رو شکر، خدا رو شکر. خب بریم برای بعدی. گفته بودم این جلسه سخته. میبینید که ما تقریبا 1 ساعته که سر کلاسیم و نزدیک به 1 ساعت و 4 تا سوال، 3 تا سوال فقط حل کردیم. نگاه کنید، میگه در اثر سوختن 18.4 گرم اتانول در اکسیژن کافی مطابق واکنش موازنه نشده. خب موازنه میکنیم، 2 تا کربن، 1 دونه کربن، 2 میذاریم، 6 تا هیدروژن، 2 تا هیدروژن، 3 میذاریم، 2 تا 4 تا با 3 تا 7 تا، 1 دونش اینجاست، پس باید بشه 6. پس این پشتم 3 میذاریم، میشه 13 23. اما موازنه سریعش بچه ها، موازنه سریع الکل های تک عامله بچه ها، اینجا N وایسید دقیقا بالاش بنویسم، برای O2 3N دوم، برای CO2 N و برای H2O N به علاوه 1 میذاریم و به سرعت واکنش موازنه میشه. Nمون 2، پس پشت CO2 گذاشتیم 2، پشت H2O گذاشتیم N به علاوه 1 3 و پشت O2 گذاشتیم 3 2 تا 6 تا تقسیم بر 2 3. خوب دقت بکنید. شاهی وایسا بعد از این سوال میارم. خب توجه بکنید لطفا. میگه 18.4 گرم اتانول در اکسیژن کافی مطابق واکنش موازنه نشده زیر
چند لیتر گاز در شرایط آزمایش آزاد میکند؟ بچه ها مجموعه اینا رو میخواد. یه دانش آموز میگه خب کاری نداره که شما ما یاد دادی هر وقت مجموعه گاز میخواست ضریبا رو با هم جمع میکنیم میشه ضریب آ و کسرش رو میسازیم. بچه ها این غلط بود. این زمانی بود که حجم مولی داشتیم. ما اینجا حجم مولی نداریم. گفته 2.2 گرم توی 1 لیتر. گرم بر لیتر میشه چگالی. ما اینجا چگالی داریم. پس باید چی کار کنیم؟ دقت کنید لطفاً. چی کار باید بکنیم؟ می نویسم بچه ها. هرگاه حجم یک گاز در دما و فشار یکسان داشتی حجم گاز اول به روی ضریب اولی میشه حجم گاز دوم به روی ضریب دومی. یعنی چی؟ نسبت مولی قانون آووگادروه بچه ها. نسبت مولی همون نسبت ضرایبه. نسبت مولی همون نسبت ضرایبه. پس من چیکار میکنم؟ اول میام 184 دهم گرم اتانول ضریبمون 1 جرم مولیمون 46 میگم رو وی ضریب جرم مولی برای CO2 روش 2.2 دهم یعنی 22 دهم. وی CO2 رو نداریم ضریبش 2 و جرم مولی 44 رو وی ضریب جرم مولی 22 و 44 2 48 46 و 184 4 دهم با 10 ساده میشه 2 و 2 میشه 4 ضرب در 4 میشه 16. پس این شد 16 لیتر. حالا نتیجه گیری میکنم 16 CO2 به روی ضریبش 2 میشه حجم بخار آب به روی ضریبش 3 ساده میشه 2 و 16 میشه 8 8 ضرب در 3 میشه 24. پس این هم شد 24 لیتر. حالا مجموع رو خواسته میگم 16 لیتر CO2 به علاوه 24 لیتر بخار آب مجموعاً میشه 40 لیتر. یعنی جوابش گزینه 4. آیا متوجه شدید؟ ملیکا 22 کسر رووی ساختیم. رووی ضریب جرم مولی رووی ضریب جرم مولی. ببین میگیم گرمش 2.2 گرمه به روی 1 لیتر. گرم به لیتر میشه چگالی. پس اون 2/2 یا 22 دهمه میشه چگالی. خانم شاهی گفت یه دقیقه سوال قبلی رو بیارم. بفرمایید. اینم یه دقیقه سوال قبلی. خیلی بده مریضی واقعا. یستی بهتون میگم خنده داره. تا حالا اینجوری آسیب ندیده بودم. خواب یعنی 2 روز پیش 2 شب پیش خواب بودم. نمیدونم چی شد. اصلا واقعا نمیدونم چی شد. تو خواب دیدم پامو تو در دیوار زدم. نمیدونم. فقط یادم این که قشنگ خواب بودم. بعد یهو انگار یکی پامو لغت کرد. گفتم آی بلند شدم. خب کسی اصلا خونه نیست که من تنهام. کی پامو لغت کرده؟ اصلا داستان کلید اسرار بود. بعد گفتم پس چرا اینقدر پام درد میکنه؟ گفتم خب حالا اشکال نداره حتما دری تخته جایی زدمش دیگه. خواب بودم. من تو خواب شاید داشتم بروسلی بازی میکردم خورده به یه جایی. آقا صبح بلند شدم الان پامو بستم. این پامو نگاه کنید مچم انقدره. بستمش با باند. صبح بلند شدم قوزک پام مچ پام انقدر شده. اصلا تا حالا اینجوری دیگه آسیب ندیده بودم. من که همش آسیب میبینم. تا حالا اینجوری دیگه آسیب ندیده بودم. من نمیدونم جن پامو لغت کرده. نمیدونم خواب زدم تو در دیوار. نمیدونم سرمام خوردم. خدا چه بدبختی ام من. فهیمه رو یادتونه تو پایتخت میگفت چه بدبختی ام من.
خب فکر کنم کار خانم شاهی هم تموم شد با این سیستم. بریم سر وقت سوال 5. بچه ها سوال 5 خوب دقت کنید، نکته خاصی نداره. حتما تو کنکورتون یه سوال اینجوری دارید که فقط ساخت کسر و موازنه است، نکته خاصی نداره. نگاه کنید لطفاً، باز 401 یاد نگاه کنید. یادتونه سال هفته پیش اغلب سوالایی که حل کردیم 98 99. این چرا؟ چون تو فصل 1 دهم نیازی نیست شما سوال جدید ببینید، نیاز شما تیپ‌های مختلف ببینید. اما الان میبینید همش داریم سوالای 401 با هم دیگه میبینیم. خب ببینید بچه‌ها، واکنش گلوکوز اکسای 6 جزء مهمترین واکنش هست. پس ضریبش رو حفظ کنید 1666. یا اگه بخوایم موازنه کنیم 6 تا کربن، یه دونه کربن 6 میذاریم، 12 تا هیدروژن، 2 تا هیدروژن 6 میذاریم، 6 2 تا 12 تا. حالا 6 2 تا 12 تا با 6 تا 18 تا. از این 18 تا 6 تاش اینجاست، پس ما 12 تا باید بسازیم. پس پشت اکسیژن هم 6 میذاریم و 1666 واکنش موازنه میشه. اگه کسی متوجه نشد بگه. تو مورد بعدی گفته 4.5 گرم گلوکوز رو 3.6 لیتر کربن دی اکسید، 3.6 لیتر کربن دی اکسید. گفته حجم مولی رو به دست بیارید. آقا چی کار باید بکنیم؟ هیچی، کسر رو بسازید، حجم مولی مجهوله به دست بیاد. همیشه حجم مولی رو داشتیم یا مثل سوال 2 میرفتیم به دست میآوردیم، اما اینجا مجهولمونه. پس میگیم 45 دهم گرم گلوکوز ضریبش 1. بچه‌ها جرم مولی گلوکوز جزء مهماست، یاد بگیرید. 6 تا 12 تا با 12 تا هیدروژن با 6 تا اکسیژن میشه 180. میگیم 36 دهم لیتر CO2 ضریب CO2 مون 6 و حجم مولیمون نداریم، این هم حجم مولی. ساده میکنیم 45 و 180 میشه 4، 6 و 36 میشه 6، 10 هم که با 10 ساده میشه 4 6 تا هم میشه 24 لیتر. پس حجم مولیمون شد 24. یعنی گزینه 1 و گزینه 2 غلط. به همین راحتی گرم ضریب جرم مولی، لیتر ضریب حجم مولی. حجم مولی رو به دست آوردیم. تو قسمت دوم سوال میگه چند گرم آب. پس 45 گرم، 45 دهم گرم گلوکوز ضریبش 1، جرم مولیش 180. چند گرم آب ضریبش 6، جرم مولیش 18. ساده میکنیم 45 و 180 4 بدو 2 بدو 9 بدو 1 بدو 3 3 9 تا 27 تا تقسیم بر 10 2.7. پس این سوال نکته خاصی نداشت. به آدم بالاش چی نمی‌نویسم. شما اگه 3 4 تا سوال استو داشته باشید، یکیش 100% فقط موازنه و ساخت کسره. همین.